این حالت آفت طبیعی سنه 25 ایون سال روان در دهه مدینوید دهات برواز ناحیه روشقلا به قید گرفته شد. یک بار گرم شدن هوا، آبشوی با صورت پیرک‌ها و بلندشوی آب دریای شخدره سبب اساسی چنین حالت دانسته می شود. در نتیجه سیل‌فروری خانه‌های استقامتی ساکنان خسارات برداشتند. باید گفت که دوام 2 روز آخر تقریباً 14 حالت آمدن سیل در این روستا به قید گرفته شده. در نتیجه 2 خانه استقامتی شهروندان پره و 6 خانه دیگر قسماً ضرر دیدند. از روزهای اول جهت برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تکنیک و مکانیزم‌های ضروری سفربر کرده شده است. با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کمیسیای حکومتی اید به برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی از حساب وزارت اداره‌های دخلدار تأسیس داده شد. برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی و رساندن کمک به عائله‌های ضرر دیده زیر توجه خاصه رهبریت دولت قرار دارد. علاقه از جانب وزارت و کمیته‌ها و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، اداره و مؤسسه‌های حدود ولایت و ساکنان محلی کارهای برطرف کنی در موضع آفت طبیعی ادامه دارد. یادآور می‌شویم که در نتیجه سیل‌فروری 5 کانال آبگذر، 200 متر راه اهمیت جمهوریوی داشته و 135 متر راه اهمیت محلی داشته و چند سیمچوب انتقال قوه برق خراب گردیده است. بر اثر یک بوره گرمشوی باد و هوا و آب شدن برف‌ها، یعنی در دهه مدینوید جماعت دهات برواز ناحیه روشقلا سیل فرآمده با خواجگاه این دهه و انشاءات‌های اقتصادی جماعت ضرر مادی را به بار آورد. سنه 27 ایون سال روان ساعت تخمینا 15:13 دقیقه با تکرارا فرآمدن سیل، یعنی قسمت خواجگاه ضرر دیده. در عموم از بر اثر فرآمدن سیل 4 خانه استقامتی پره و 3 خانه استقامتی قسما یعنی ضرر دیدن. نوابسته از این بر اثر سیل فروی مجرای دریای شادره بند گردید و خواجگاه بالای دهه یعنی 8 خواجگی دیگر زیر آب موندن که از این خواجگی ها 6 خواجگی پره و 2 خواجگی قسما ضرر دیدن. باید قید نمود که در برابر یعنی خواجگی ها با زمین های کارم، زمین های نزدولگی و یعنی انشاءات اقتصادی راهی اهمیت جمهوریوی داشته، یعنی ضرر رسید قریب که به مسافه 350 متر راه اتومبیلگر پره خراب گردید. این حال کارهای یعنی برطرف کنی از طرف کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگر یعنی رفته ایستاده است. تکرارا فرآمدن سیل از احتمال دور نیست. طبق سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه روشقلا ستاد دائم عمل کننده تأسیس داده شده. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و رهبران ریاست و اداره‌ها در محل آفت طبیعی با ساکنان صحبت کرده تاکید نمودند که برطرف کنی عاقبت‌های آفت طبیعی زیر توجه خاصه رهبری دولت قرار دارد و در کوتاه‌ترین مهلت آن برطرف کرده می شود. در دهه مدینوید 47 عائله زندگی می کنند و طبق سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان 32 عائله در نزد ساحل دریای شخدره به جای بی‌خوف کوچانده شده، بی‌خطری آنها تامین کرده شد. از اول سر زدن امین آفت طبیعی تمام مقامات‌های دخلدار دست مدد دراز کردند و ما توانستیم که از این آفت طبیعی مردم رو نجات دهیم. خوشبختانه در پی آفت طبیعی یگان حالت فوت به قید گرفته نشده است. خسارات رسیده در زودترین فرصت برطرف خواهد گردید، زیرا با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خانه‌های زیر آفت طبیعی قرار داشته در جایهای بی‌خطر بنیاد و مورد استفاده قرار داده خواهند شد. آفت طبیعی پیشگویی کرده نمی شود، ولی به همه این نگاه نکرده امروز اهالی دهه برواز ناحیه روشقلا از کمک‌های سری‌وقتی بهره ورند. ساکنان محلی از دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت سری‌وقت برطرف نمودن آفت طبیعی اظهار منتداری بیان می‌نمایند. نوبسته از سر زدن آفت طبیعی من با وحدت و سرجمی مردم تاجیک افتخار دارم و کلاً باوری دارم که در روزهای کوتاه‌ترین ما این عاقبت طبیعی رو دست جمعی برطرف میکنیم. در عموم من از نام مردم جماعت دهات برواز با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
تشکر میگویم، چون که این به واسطه دستور ادارات پرزیدنت محبوب کشور ما می باشد. زیرا ما اسم کنیم در کدام گوشه کنار جمهوری تاجیکستان که این آفات طبیعی سر میزنند در لحظه کوتاه‌ترین برطرف کرده میشوند. حالا روانه‌کنی تکنیک و مکانیزم‌های ضروری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای تیزاندن روند برطرف کنی عاقبت آفت طبیعی در ناحیه روشقلعه مساعدت نموده، در همین شب و روزها برای به اعتدال آوردن وضعیت، برطرف نمودن عاقبت‌های حادثه طبیعی با دستور سپارش‌های سرور دولت با روانه‌کنی تکنیک و مکانیزم‌های ضروری ادامه دارد.